آقا الان داشتم رانندگی میکردم واسه کار برم یه شهر دیگه. بعد یاد جوونیام افتادم که 17-18 سالم بود، ترامادول میخوردم و فلان اینا. بعد شما الان از 85% این مال زیر 20 ساله، کسایی که با من حال میکنن، مدل من حال میکنن، چون بالای 20 سال که دیگه عملی هم خودشون آردی همه. داداشی از 85% آدمای معتاد سوال کنی چی شد معتاد شدی، میگو اول ترامادول خوردیم کمرمون صفر شه واسه اشغال، بعدا انمون صفر شد. یعنی چی انمون صفر شد؟ یعنی شما عملی میشی صبح شکمت کار نمیکنه. یعنی فهمیدی چه جوری شد؟ بعد هم فکر میکنن میتونن این متا رو کنترلش کنن. نه من یه ذره بعدم ول میکنم فلان. نه میری توش مثل حشوا میگیرتت. فهمیدی؟ من توی خانواده معتاد بزرگ شدم، حرف منو گوش کن. هم خودتو بدبخت میکنی، هم پدر مادر تو. سن 18 سالگی سن پیدا کردن